سلام، من امین مهیارم. به پلیلیست پیشنهادی ها خوش اومدید. توی این پلیلیست قرار راجع فیلم هایی که این هفته دیدم صحبت. خب اولین فیلم پیشنهادی ما یک فیلم اکشن و درام محصول سال 2025 به نام بلک بگ. یک داستان جاسوسی پر از شک و شبهه و پر از هیجان و پر از حرف که تا چشمی به هم بزنید تمام میشه. اینقدر داستان هم راجع مردی جاسوسه که همسرش رو متهم میکنن به جاسوسی و این مرد باید اثبات کنه زنش جاسوس نیست. بازیگر فیلم مثل کیت بلانشت و مایکل فاسنبندر واقعا شاهکاره، اما داستان بسیار تکراری و شاید همه پسند نباشه، اما ارزش یه بار دیدن داره. فیلم بعدی The Great Debaters بیش از هر ژانری پیام میکنه و اونم آزادی و عدالت. یک فیلم درام و جدی راجع به یک تیم مناظره کننده سیاه‌پوست که نوجوانن و راجع به موضوعهای مختلف اجتماعی مناظره میکنن و پله پله میان بالا. این فیلم هم عامه پسند نیست. کلا راجع به آزادی هیچ فیلمی عامه پسند نیست و بستگی به عقاید مخاطب داره. گرچه پیشنهاد قطعا میشه. دگوش عاشقانه اکشن محصول سال 2025 راجع به دو تیرانداز در دو طرف یک دره مرموز با موجودات ناشناخته که عاشق هم میشن به این صورت و در برابر موجودات مرموز اون دره قرار میگیره. چطوری؟ وقتی که اتفاقی توی دره میفته. فیلم در نگاه اول خودساخته، بازیگرهای خوبی داره، وایب و مود خوبی داره، ولی کلیشه‌ای و تکراری و میتونید آخرش حذف کنید، ولی حتما پیشنهاد میشه. توی این قسمت گفتم که یک سریالی هم پیشنهاد بدم مثل مینی سریال ادولسنس، 5 قسمتی جنایی و درام و راجع به قتل که متهم اولش این نوجوانه و معلوم نیست تا آخر سریال که ایشون قاتل نیست. سریال به خاطر نورپات بودنش، پات نداشتنش معروف شده. خیلی ها میگفتن شاهکاره، ولی اثر متوسطیه، ولی امیدوار کننده است. و اگر شما مثلا کانال های مثل میجر ریپورت که این داستان ها رو بیشتر پوشش میدن رو دیده باشین و شنیده باشین، احتمالا داستانش خیلی براتون کلیشه میشه، ولی اگر ندیده باشین و نشنیده باشین احتمالا براتون جذاب نمایش داده باشه. اما اگر بخوام یک پیشنهاد بدم اینه که اگر این مدل رو دوست داشتین حتما برید سریال های بهتری مثلا شارپ آبجکت رو ببینید. گرچه این سریال هم متوسط خوبیه و قطعا پیشنهاد میشه. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو دیدین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین. اگر نظری دارید، نقدی دارید، پیشنهادی دارید برام کامنت کنید. اگر فلان سریال دوست نداشتید، مثلا شارپ آبجکت رو دوست نداشتید، مستقیم ببینید من دوست نداشتم، مشکلی قطعا نداره. و اینکه مرسی که منو حمایت میکنید. سابسکرایب یادتون نره. ممنونم.